فریدون مادرزادی انگشت نداشت، انگشت اشاره دست چپ نداشت، ننه بابای خوب داشت، خانواده درست حسابی، مدرسه خوب درس میخوند، سفرهای خوب میرفت، دانشگاه رفت، مهندس شد، اما یه انگشت نداشت. همین درد همیشه تو سینه‌اش بود. درد بدتری که دختری که عاشقش بود به خاطر همین یه دونه انگشت نداشته بهش جواب رد داده بود. یه چند سال گذشت و فریدون با یه دختر خوب ازدواج کرد. میگفت خوب چون فریدون رو با انگشت نداشته خواسته بود. بعد چند سال زندگی فریدون فهمید غم عشقش اونقدر هم دردناک نبوده و بی جهت یا قصه خورده. درد بدتری که هنوز بچه‌ای نداشت. تو حین دوا و درمون مادر فریدون مرد. اونجا بود که فریدون فهمید درد بدتر غم بیمادریه. بچه نداشتن چه اهمیت داشت وقتی خودش گلی به سر مادرش نزده بود و الان حسرت روی حسرت تلمبار میکرد. بالاخره خدا به فریدون یه دختر سالم داد. همون لحظه اول فریدون به دستای بچهش نگاه کرد که یه وقت انگشتی کم نباشه. بچه بزرگ شد، پدر فریدون مرد، زنش مریض شد، فریدون پیر شد. دم مرگش به دخترش گفت ما آدما همیشه فکر میکنیم یه چیزی نداریم. فکر میکنیم خونمون کوچیکه، ماشینمون به درد نمیخوره، هوامون بده، اونی که